کارخونه رو بسازیم. ساخت کارخونه قسمت اول. اینجا فرزو دادم به محمد آقا تا ایرانیت بغل ستون رو برش بزنه. انقدر خوب و دقیق برش زد که مثل آب خوردن جا رفت. بعدش هم به کمک داییم اینجا همه ایرانیتا رو به آهن زیرش پیچ کردیم. تا اینجا 3 تا ایرانیتو پیچ کردیم که 4میش نیاز به برش داره. محمد آقا میاد بالا که برش بزنه. به بچه فیت جا رفت. این هم یه نمای کلی تا اینجای کار و گوشای برش زده که آقا محمد خیلی خوب برش زده. خب بریم برای پیچ کردن آخری. این هم یه نمای تموم شده و کلی از بالای کار و گوشای چف شده و قرص و محکم ایرانیتای کارخونمون. دیگه وقت استراحت. فقط قبل استراحت یه نمای کلی از پایینش هم ببینیم. مرسی که تا اینجای ویدیو همراهمون بودین. برای دیدن قسمت‌های بعدی ساخت کارخونمون لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه.